سلام به همه بیننده های عزیز. اینجا پدرام تنازی هستم و امروز قراره درباره یکی از حساس‌ترین و مهمترین موضوعات صحبت کنیم. خبرهایی از واشنگتن به گوش میرسه و نشون میده که دنیا صبرش رو از دست داده. مارکو روبیو وزیر خارجه جدید آمریکا خیلی شفاف و بی‌پرده اعلام کرده برای رسیدن به صلح واقعی تو خاورمیانه باید تهدید جمهوری اسلامی از میان برداشته شود. این یعنی چی؟ یعنی دنیا بالاخره فهمیده این رژیم نه تنها تهدیدی برای مردم ایران بلکه عامل بی‌ثباتی تو کل خاورمیانه است. تهدیدی با استفاده از منابع و پول مردم ایران جنگ‌های نیابتی رو دامن میزنه و گروه‌های تروریستی مثل حماس و حزب الله و یمن رو سرپا نگه میداره. خب، تحسین اسرائیل پیام واضح روبیو هست. روبیو کیه؟ همین وزیر خارجه جدید آمریکا. روبیو تو صحبتاش موفقیت‌های اسرائیل رو مقابل حماس و حزب الله رو تحسین کرده و حتی یمن. این حرف یه پیام کاملا روشن داره. جمهوری اسلامی از جیب ما مردم ایران هزینه این جنگ ها رو پرداخت میکنه. وقتی شما تو ایران برای یه لقمه نون باید تو صف بمونید و رژیم میلیاردها دلار خرج موشک و سلاح میکنه تا منطقه رو به آشوب بکشه، اما دنیا دیگه این بازی رو تحمل نمیکنه. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی مستقیما و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی پیام میدن که دوران این بازی ها تموم شده است. خب، میدونید که یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی حمایت از تروریسم است. خب، و حالا نکته مهم دیگری که روبیو روش تاکید داره اینه که گروگانگیری حماس باید متوقف بشه. اینجا دیگه نمیشه نقش جمهوری اسلامی رو نادیده گرفت، چون جمهوری اسلامی دست داشته تو همه این چیزا. حماس یکی از همون گروه هایی است که جمهوری اسلامی با پول و سلاح ازش حمایت میکنه. این یعنی ما مردم ایران سختی میکشیم ولی پولمون میره برای حمایت از گروه هایی که حتی به مردم خودشون هم رحم نمیکنن. میدونید که دیگه جمهوری اسلامی داره تمام پولها رو داره به حوثی‌ها و سوریه و عراق، حشد الشعبی و حزب الله لبنان داره پول میده. خب، هزینه کرده منابع ایران کجا داره میره؟ حالا یه لحظه فکر کنید، شما تو ایران زندگی میکنید، پول نفت ما که باید صرف ساخت مدرسه، بیمارستان و ایجاد شغل برای جوونا این کشور بشه، تو سوریه و لبنان و غزه و یمن و سوریه داره خرج میشه. چرا؟ چون یه رژیم پوسیده میخواد توهم قدرت منطقه‌ای خودش رو حفظ کنه. میدونید که جمهوری اسلامی همش تو توهم دیگه، همشون تو فکر و خیال هستن که به قول معروف ما آقا این کار میکنیم، این کار خوب میکنیم، این کار میکنیم. ولی خبر خوب اینه که دنیا میفهمه که این بازی ها تموم شده است و دیگه هم کسی مثل قبل با این رژیم مماشات نمیکنه. آمریکا، اسرائیل و حتی کشورهای عربی مستقیم و غیر مستقیم به این رژیم پیام میدن، نامه دادن وقتشه که از این صحنه برید کنار و نقش مردم ایرانم قدم آخر از دل ماست. میدونید که نقش مردم خیلی مهمه، اما یه چیز مهم این که بدونیم آینده ایران به دست خود ماست.
آینده ایران به دست خود ماست. رژیمی برای بقای خودش مردمش رو سرکوب میکنه. یعنی یه رژیم که میخواد به قول معروف واسه حیات خودش، واسه زندگی خودش، مردم خودش رو سرکوب میکنه واسه بقای خودش و هیچ وقت هم به فکر مردم خودش نبوده. خب دوستان، این یه ویدیو خیلی کوتاهی بود، هولوش فکر میکنم یه چیز هولوش 5 دقیقه تا 10 دقیقه فکر کنم فیلم گرفتم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا برنامه بعدی خدا حافظ.